مجموعه فرهنگی هنری ایرانیان گستر تا این لحظه که شما مدیریتش دارید انجام میدین چه اقداماتی رو انجام داده، چه فعالیتایی انجام داده برای اینکه جذب استعدادها اتفاق بیفته، برای اینکه بچه‌های ما بتونن اون نبوغ و اون به قولی جوهره‌ای که دارن رو بتونن هدایت کنن سمت هنر، حالا چه بازیگری، چه موسیقی، چه رشته‌های دیگه. شما چقدر تلاش کردی و مجموعه شما، مجموعه فرهنگی هنری و آموزشی ایرانیان گستر تا این لحظه چی کار کرده؟ والا من خودم به شخصه سعی کردم تو مهرستان ها، تو جای دانشگاه، تو مکان های عمومی وارد بشم، بچه ها رو جذب کنم به این هنر. واقعا بچه ها خوب استقبال کردم و اینکه کار استاد خوب بوده، عالی بوده. سعی کردیم با توضیحاتشون، با بیانشون بچه ها متوجه بشن که واقعا همچین چیزی هستش که یه جورایی اعتقاد پیدا کنن به بازیگری، فکر نکنن که بازیگری آقا یه چیز الکیه، با اون سعی تلاششون به هدفشون برسن. ما هم کارمون همینه که بچه‌ها شکوفا بشن انشالله. پس ما به این نتیجه رسیدیم که کلاً با مطالعه و گذراندن دوره میرسیم به این هدفی که بتونیم هنری که میخوایم تو هر به بچه‌ها انتقال بدیم، بله تو هر میشه گفت رشته‌ای که هست بتونیم اون رو به پختگی برسونیم و بتونیم اون رو نمایان کنیم. خیلی هم عالی. ایشالا که موفق باشین، تلاشتون رو ادامه بدین. ما هنرمندهای قدرتمندی داریم داخل ایران و نیاز داریم به اینکه این شکوفایی و فرصتی برای استعدادیابی اونها فراهم بشه و مجموعه شما اومده این کار رو انجام داده. امیدوارم که تلاشتون روز به روز بیشتر بشه، اتفاقات درخشانتری هم بیفته. مجموعه فرهنگی هنری ایرانیان گستر کارش اینه که دوره‌های آموزشی برگزار بکنه و از تمام اون افراد مستعد و هنرمندی که این دوره رو شرکت میکنن و دوره رو به اتمام میرسونن دعوت میکنه در انتهای دوره که در پروژه کوتاه یا نیمه بلند انتهای دوره عزیزان شرکت کنن و به عنوان بازیگر فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. اصلا متوجه نشد، خیلی حیف شد. با اینکه مدال بزرگی در پایان میهمانی به گردنم انداختن، اما به شدت دلم میخواهد یک بار دیگر آن گربه سیاه را ببینم. ظاهرا چاره‌ای ندارم جز اینکه زبان مالایایی را یاد بگیرم. نباید زیاد سخت باشم. عمویم بسیار خوشحال. این را وقتی فهمیدم که موقع عبور از مقابل ملکه به دستور او کمی توقف کرد. پاهایش را به هم مالید، نگاهی به چشمان خمار ملکه کرد و زیر لب گفت ویس. نگاه دوباره به محل جراحی روی سرم کرد، دستی محبت آمیز به گوشهایم کشید و از اتاق بیرون رفت. بقیه هم دنبالش راه افتادن. فقط یک عکاس جوان چند لحظه رو کنارم ماند و بعد از گرفتن چند عکس از حالتهای مختلف من رفت. خیلی خستم، ای کاش این آخرین جراحی باشه. تقریبا یقین دارم که اگر روزی جایی ما با هم عوض شود، من حتی یک دستکش هم از پوست این آدم‌های متکبر و خودخواه برای خود نمی‌سازم. چقدر دلم برای مادرم تنگ شده است. لعنت بر این شکم بی‌خاصیت که به خاطر خوردن یک ماهی تازه مرا اسیر این قفس کرد. فهمیدم که چند دقیقه بعد مرا به محل همیشگیم برد و من چون به شدت احساس گرسنگی می‌کردم تلو زنان به سمت ظرف غذا رفتم که ناگهان همه به شدت کف زدند و به سمت پروفسور رفتند و به او تبریک گفتند. پروفسور نگاه دوباره به محل جراحی روی سرم کرد، دستی محبت آمیز به گوشهایم کشید. همه موجودات با درد به دنیا می آیند، نه با شادی. مدت هاست در این بیابان اتفاقی نمی افتد. به همین دلیل من هم خاطره‌ای ندارم. فقط مثل همیشه وقتی می بینم آدم ها فقط از کینه‌هایشان با ما اندازه می گیرند، آرزو میکنم ای کاش یک اسب بودم. الان جدی داری صحبت میکنی؟ میگم دیشب اونجا نبودم، خونه خواب بودم، سرما خوردم، صدام گرفته، نه گریه نکردم.
من نمیتونم فکر بیارم چجوری خونه خواب بودم، تنها بودم، فقط مامانم خونه بوده. خب جواب نداره، شاید خوابش برده، شاید پریز کشیده بوده، نمیدونم. هر جور دوست داری فکر کن، من دیگه نمیتونم به توضیح بدم. میگم شب خونه بودم. خداحافظ. الو سلام، خوبی علی؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا؟ برای چی خوب؟ حالا گریه نکن. خب بذار خب آدرس بده بهمون، من بیام پیشه. بگو الان لباس فروشم میام. بگو ببینم چی میگی. آقا اینو برای من حساب کن، من برم. عزیز من فروشی نیست اصلا. آقا این تلفن رو فروشی